با نام خدا سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی دیگری ما. دوستان عزیز، برنامه امروز ما از یک شهرهای خیلی زیبا دیدنی و کلانترین فرانسه می باشد، یعنی شهر لیون. شهر لیون دوستان سومین یا بزرگترین شهر فرانسه به حساب می رود، یعنی بعد از پاریس و مارسی سومین شهر لیون می باشد. و ما امروز آمدیم ویزیت کنیم که سفر نوبتی ما به شهر لیون است. تا شما ببینید ما فعلا قرار داریم در نابرژنی شهر لیون و اون طرف ببینید خیلی ساختمان‌های قدیمی و آذر زمان هم در اون طرف قامت افروختند. دوستان ما را همراهی کنید و ما میریم طرفی دیگه سمت‌های شهر ببینیم، در دیگه طرف‌های شهر چی چیز پیدا می‌کنیم بهر شما ما نوار می‌گیریم. دوستان عزیز، برنامه ما رو پیگیری کنید، لایک کنید، تبلیغ کنید. از شما چی از لایک ماندن یا کامنتار نوشتن من به دوستان خود می‌سپارم. دیگه باقی وقت شما رو نمیگیرم، رفتیم با هم شهر لیون رو تماشا میکنیم. دوستان عزیز، هم یک باید سنتر شهر لیون بریم. این یکی از شهرهایی که طرف مرکز شهر لیون میروه. Внимание! Стационарный радар. Ограничение 70. 70 بوده اینجا. 70 بود. رادار نزنه. با تونل ساشیدی چه خیلی همه شهر پری تونل های. خب با ما باشید. دوستان عزیز، یک شهر کلون است، باور کنید هنوز هم نرسیدیم. تا همون گفتی که با تو اینجا 3-4 ساعت آمدیم. همه در مدنی شهر تو همون جای خانه برادره در نیم ساعت هم حالا نرسیدیم. یک قدر دور بوده، یک کلان بوده این شهر. یعنی با فیلم در این ماست باید بگردیم دست چپ، باید بریم طرفی سنتر. اینجا تو باید بگردیم. شهر دوست کلانی شهر. Внимание! Стационарный радар. Ограничение 50. Абрана гуфт чия я? Ита бгардим ё уд гаридам. Амита? Ҷодоро метонам бгардам, а? Абрана гардим ко ира дай палуи дасти рости мо дарё ҳай, дарёи минчқи калон ҳай. ма шаҳра ба зебогӣ шаҳра бинем. яке аз шаҳрҳои дурдаст ё калони фаронса, шаҳри лион.
دوستان عزیز شما شهر لیون دیده ایستید در نمایشگاه چقدر شهر کلام و چقدر شهر زیبا دیدنی از داخل شهر دریا میگذشت از دریا خیلی کلان این طرف شهر و اون طرف شهر پیوست می‌گردد خیلی هم زیبا و دیدنی ساختمان‌های گفته پا سرور فلک ساختمان‌های معاصر ساختمان‌های قدیمی خیلی دیگه زیاد بودن ما باید در اونجا پارکینگ کنیم بعد بریم دیگه طرف شهر هم وارد بشیم دوستان عزیز پیشتر گفتم که شهر لیون دیمی شهر فرانسه اوزر وای کدب دستم خطا کردم مال نگاه کردم که بچه‌ها گفتن که نه شهر سیم بوده یعنی که شهر سیمین شهر کلانترینی فرانسه می باشد از نگاه بزرگی کلانی نمیفهم از نگاه اهالی سیمین شهر بوده خیلی کلان بوده سیمین شهر کلانه 3 برابر چیه شنبه 3 برابر پایتخت تاجیکستان